از اعضای این شورایی که میگید نظارت داره پیدا کنه که تو طول سال یک بار اظهار نظر سیاسی بکنه. شما اینجا آقای جنتی از نوعی شورای نگهبانان از هر حزب سیاسی فعال‌ترن و بیشتر دارن تو امور سیاسی دخالت میکنن. اونا جایگاه خودشون رو حفظ میکنن. بعدم قرار شما انتخابات سالم برگزار بکنید. بسیار خوب. از فعالای با افکار متفاوت دعوت کنید اونجا باشن. چه اصراری دارید همش از یه جناح باشن، ما یه جناح اقلیت 15%. تو این جامعه. خب این وقت انتخابات اتهام نوازط هم کجاست؟ اینا متهمن به جنایی بودن. کاری کسایی دعوت بکنید که این اتهام نداشته باشن. یا مثل اول انقلاب مگه نمیگید که اول انقلاب خیلی خوب بوده و اینا بوده. خب مثل اول انقلاب بکنید اعضای شورای نگهبان رو امر معروف کنم بکن. توییتر فیلتره دیگه. آره. فیلتر شکن غیر قانونیه. نه. قانون اینه که این اپلیکیشن شما نمیتونی استفاده کنی. ببین داری با حقوقدان صحبت میکنی. در جمهوری اسلامی ایران استفاده از فیلتر شکن جرم نیست. خرید و فروش فیلتر شکن جرمه. هر چیزی که در جمهوری اسلامی جرم باشه گناهه، نباشه گناه نیست. قانونا خرید و فروش فیلتر شکن جرمه. نمیخری برات میخرن. نه دانلود میکنیم. خیلی باحاله. تو خیلی خوبی و من رو تو چشام نمیدونم بیام جلو یا بشینم سر جام شاید مثل تو پیدا شه دانلودیه.